کوچه بودم دیدم یه خانم و آقایی دارن اساسی با هم دعوا میکنن. یه کمی اون طرفتر سر کوچه یه آخوندی واسطه بود، داشت عمامشو مرتب و صاف و سوپ میکرد. گفتم حاج آقا اونجایی که نیازه حضور ندارین. گفت اتفاقا پیش پای شما وسط دعواشون بودم. جفتشون گفتن تو یکی خفه برو بمیر. نفری یه مشتم به هم زدن. نمیبینی اما من پریشون رو به هم ریخته است. نه کس دیگه هر بسیجی مشنگی هم که باشه دو جفت مشتم خورده باشه بازم میفهمه که داری مقام عظما میگی که وسط دعوای جناها زورش نمیرسه آتش بس بده به اینا. نه آقای دکتر، این وضعیت با موقعیت مقام عظمای ولایت قابل مقایسه نیست. اصلا اینطوری نیست که مقام عظما زورش به دو جناح نرسه. مقام عظما زورش تو جناح خودش هم دیگه نمیرسه. حرف که میزنه یونجا هم برش نمیکنن این بدبخت. یکی رو راست گفتی، از سگ دعوای تو مجلس و پاچگیری قوه قضاییه بگی تا قضیه کرونا که واسه شده دوباره حکایت برجام. مقام عظما نداره به جناح خودش بگی بابا خفقون بگیری من گفتم به دارا رو باز کنیم. آقای دکتر، ضمن ابراز امتنان و خوشبختی بابت اینکه از اول بنای دعوا نگذاشتید برنامه رو با یه سوال شروع میکنم در مورد خودتون. فرق ابر استراتژیست نظام با برف چیه؟ جواب درست دست خودمه. برف از آسمون میباره رو زمین میشینه، ولی ابر استراتژیست نظام یه راست میره تو دل آدم میشینه دیگه هم بیرون نمیاد، به جز آخره برنامه که بعضی وقتی دسته گلی به آب میده. حالا میرم، تا حالا من بهت گفتم که چقدر بهت ارادت دارم. نه تا حالا از دهن خودتون نشنیدم. خب لابد ندارم که نگفتم دیگه. ولی ناراحت نشو. من همیشه با کسایی که خیلی بهشون ارادت دارم همین شوخی رو میکنم، بعد بهشون میگم شوخی کردم. قربون شما دکتر. ولی با تو یکی شوخی نکردم، جدی گفتم. نگفتم دست گل به آب میده. خب میرم سر سوالات آقای دکتر. 60 روز میگذره از رونمایی اختراع تکان دهنده کرونایاب توسط سردار سلامی که مرزهای دانش بشری رو جابجا کرد. چی شد؟ الان چند تا ویروس دستگیر کرده؟ ویروس که زیاد نگرفته. گفتیم خط تولیدش رو عوض کنن، این آنتنشون رو بچرخونن رو به آسمون، بگیم که آقا ویروس پیشکش اون ماهواره اینو که نظام هوا کرده پیدا کن. خوب شد گفتین آقای دکتر، چون اونم خبری ازش نیست. گم نشده باشه یه موقعی. نه ترسناکه، تحفه نیست که مثلا بدزدنش، که گم هم بشه برامون خیلی بهتره، آبروریزیش کمتره. من فکر کنم این مشنگی آذری جهرومی مصریه، به ماهواره‌هاش هم سرایت میکنه، میرن هوا بعد سرشون با پاشون گل کوچیک میزنه. آقای دکتر شاید مدارای نظام تنگه که اینا هیچ کدوم تو مدار قرار نمیگیرن. ولی یه خوبی هم داره، خودمونو میچپونیم تو صف کشورهای ماهواره دار. یه بهانه میشه برای باز کردن سر صحبت. هی میگیم آقا یه ماهواره ندادین گم شده باشه. کس مگه همینجوری مثلا تو بتونی مسکن مقام عظما بشی؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن مشنگه چمدونش گم شد، رفت دفتر فرودگاه خبر بده، دید نفر جلویش تو صف داره میگه کیف من که گم شده یه کیف کوچیک سیاه رنگه که 500,000 یورو پول توشه با یه ساعت طلا و چند تا انگشتر زمرد. طرف گفت باشه دنبال میکنیم. به مشنگه گفت چمدون تو چه شکلی بود؟ مشنگه گفت گور بابای من و چمدون من، برین دنبال کیف ایشون بگردیم. روشن شد یا برفرستمت دفتر فرودگاه. آیه دکتر امیدوارم اون 500,000 یورو که گفتین یه تشابه تصادفی باشه و منظوری درباره مقامات نظام نداشته باشه. ناکس من منظوری نداشتم، ولی اینطوری که تو گفتی منظوری دیگه همه فهمیدم، چون 500,000 یورو که ریخت و پاش رشوه‌های تو نظامم نیست. ولی تو اگه یه غلام و یه رضا و یه بخارست هم میگفتی منظورتو بهتر میرسوندی. اون دیگه بخارستی نیست آیه دکتر، حاجی رئیسی برش گردوند که یه جایی مصرفش کنه. ولی بخارست رفتنش بدجور رو سر عظما و حاجی رئیسی خراب شد، یعنی خرابش کردن، گرونتر از اون چیزی که میخواستیم تموم شد. با این قیمتی که دادیم باید برای حفظ ظاهرم که شده یه کارش کرد. آره مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله،
میفرمودن که پسر رفت آزمایش داد پولش شد 300,000 تومان. برگشت خونه باباش گفت اگه جواب آزمایش بیاد که چیزی نیست خودم با دستای خودم میکشمت. آی تو با قضیه اکبر تبری و صادق ریزه و خود حاجی رئیسی صادق ریزه لاریجانی رو میگی؟ بله که موقع این دوزیا معاون همین دم دستگاه بود رئیسی بود. میگم که الان میشه تو قوه قضاییه هر مقامی رو دیدی با خیال راحت محکم بخوابونی تو گوشش بگی زود باش پس بده، من از همه چی خبر دارم. ممکنه تو ندونی واسه چی میزنی ولی او حتما میدونه واسه چی میخوره. تازه اگه شانس داشته باشی ممکنه یه چیزی هم دستی بهت بده که صداشو در نیاری. آره اونجا الان دست رو دست زیاده، یکی از یکی ماشاءالله دزدتر. مثل باقی جای نظام های آره دیگه میگن یه بار یک از همین میلیاردراشونو واسه عادی سازی تو لواسون گرفته بودن. طرف گفت چی بدم کنی؟ گفتم باید 6 ماه ثروت رو بری تو خیابون، هرچی ورداشتن هرچی مون تو وردار. طرف هم رفت همه پولاشو تیراهن 18 خرید ریخت تو خیابون. بعد 6 ماه جاشون تکون نخورده بودن که هیچ، تازه قیمتش هم 4 برابر شده بود. آی دکتر اینجا وانسیم بین این دوزا امنیت نداریم، میریم سراغ اون یکی دوزا تو مجلس. آره اونا اخیراً طی یک اقدام بسیار رادیکال و انقلابی اسم فرودگاه مهرآباد رو عوض کردن گذاشتن قاسم سلیمانی. مشنگا حالیشون نیست که خب دستی عظما رو دارن بدبخت میکنن. وقتی اسم قاسم سلیمانی میذاری رو فرودگاه خب لابد باید عکس و تابلو و از این حرفا واسش بزنی دیگه. فرداست که یه مشت بسیجی میرن سر کار، هر روز باید تابلوهای مرگ بر قاسم سلیمانی پاک بکنن، هر روز باید عکسای سوخته رو رو زمین جمع و جور کنن. آی دکتر یعنی میخوایم بگیر این مشنگا شورشون نمیرسه که اسم عوض کردن ضررش بیشتره؟ آره دیگه میخوای بگی چیه؟ گفتم حکایت همون شهردار مشنگ نظامه که نمیخوام اسمشو بیارم. منظورتون قالیبافه؟ نه بابا این که مشنگ هست ولی این اونی نیست که میخواستم اسمشو نیارم. من یکی دیگر رو دارم میگم. طرف رفت بازدید یه محله ای دید یه کوچه هست که روش نوشته کوچه علی گدا. خیلی عصبانی شد که اسم کوچه رو گذاشته علی گدا. گفت ناکسا دارن اینجوری به مقام عظما توهین میکنن. سریع گفتش که اسم کوچه رو عوض کنن بذارن کوچه مقام عظمای ولایت که این فضاحت جمع و جور بشه. هفته بعد رفت بازدید ببینه چی شد. دید نوشته کوچه مقام عظمای ولایت علی گدای سابق. آی دکتر گفتم که شما هم میشه آخر برنامه یه زهری میریزید. نه که زهریه، من میگم ملک زده کوچه رو دیگه گذاشتن علی گدای شکار سابق. بکنه. تو این خب همه گدا زهر بوده که نگاه بوده. می‌کنی.